این حالت چی می شود؟ این حالت ما گناهگار می شویم. این حالت در عبادت ما ثواب نمی ماند. ما را خطاب دارد، حضرت فهمانیده ایستاده است چون ولا تسرفو همه خوانی، تو آیتی ولا تسرفو را نمی خوانی. خدا در قرآن چی گفت؟ کلوا واشربوا ولا تسرفو، بخورید بنوشید لیکن اسراف نکنید. در وضو آب 1.5 من است، غسل را 4 من ز تعلیم است. صاحب 4 کتاب میگوید ببین حتی همین آب طهارت در اسلام چینک دارد. این امروز ما و شما 1 سطیل میگیریم طهارت میکنیم، لیکن حضرت میگوید 1.5 من قطی شما میتونید که با 1.5 لیتر باید که چیکار کنید؟ طهارت کنید. یا گویم با 4 لیتر آب شما باید غسل کنید. این مقصد من این نیست که شما مثال با همین 4 لیتر غسل کنید. مقصد صاحبای کتاب ببین، مقصد دین اسلام ببین که همه چیز باید چینک داشته باشد، هر یک چیز باید اندازه داشته باشد. کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقود. حبیب خدا گفت برای دوزخی شدن تو، برای عاصی و گناهگار شدن تو در پیش خدا این قدر عمل تو بس است که پولی که برای احتیاج خانه داشتی و یا در راه نادرست صرف کردی. پول من در راه نادرست صرف شد، آمد مردم خورد و رفت، معرکه های نادرست، معرکه های بیجا، معرکه هایی که از قرآن و حدیث بیرون، تا جای ما ثواب گیریم در پاداشش ما جزای بد میگیریم. ما از نزد خدا هیچ وقت مکافات نمیگیریم، زیرا که ما علیه قرآن و حدیث مبارزه برده ایستاده ایم. خدا در قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، شما برای شما ای مردم مسلمان زندگی پیغمبرتان درس است. گفت خداوند آیا حبیب خدا پنجشنبگی کردند؟ جمعگی و دوشنبگی کردند؟ آیا کنیک در کدام کتاب خبرش آمد؟ آیا دختر پیغمبری خدا در نزد حبیب خدا جان دادند؟ آیا برای دخترش پیغمبری خدا 3 بیگه و 7 و 40 کردند؟ نکردند. پس مادام نکرده باشند حیات پیغمبر، عمل پیغمبر برای امتاش باید درس باشد. خدا در قرآن و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن چیزی که محمد آورد بگیرید، از آن چیزی که من تان کرد باز ایستید. چرا باز نمیستید؟ اینها را حبیب خدا نیاورد، اینها را ما خودمان، اینها را دشمنای ما و شما در بین ما و شما پرتافتند تا که اقتصاد